نگفته بودم برای شما که اینها می آیند و آمدند. چی میکنن در سرزمین ما ای بیگانه ها؟ میگن برای اسلام جهاد میکنیم. و برای شما میگم که قدر دور چرا آمدن. جهاد فلسطین علیه اسرائیل جریان دارد. بیت المقدس در تحت اشغال اسرائیل است. این عرب ها چرا نزدیک امونج جهاد را انجام نمیدن که بیت المقدس را آزاد بسازن که مسلمان ها برن سجده بکنن؟ که قدر راه دور طی کردن با پاکستان خود میرسن از اونجا غیر قانونی وارد افغانستان میشه و در اینجا با خود پول میارن و در میان مردم ما تقسیم میکنن که برادر را بکش، که فرزندت بکش، که اولادت بکش، که زن را و بیوه بساز، که یتیم را بگذار اشکش بیاید، خانه را ویران کو، وطن را از بین ببر.